با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون تمرکز در جنگ 8 ماهه به جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم‌های روسیه به جنوب اشغال بندری مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبری حمله‌های بی‌رحمانه توپخانه‌ها را میکشند و بار سنگینی حمله‌های توپخانه‌های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او و اعضای عائله‌اش را از زیر خرابه‌های خانه‌شان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای آمریکا صحبت کرد. من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیریزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است. اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصف از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه می‌دهند و شهر را زنده نگه می‌دارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه‌های خود را تعمیر می‌کنند و برای زمستان سخت آماده می‌شوند. اولگا می‌گوید ترس از حمله و سردی پیش رویش را نمی‌گیرد. همچنین برخی شوندانم در تعمیر خانه‌اشان کمک میکنم. به تمام برقرارش میکنیم چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند. با همین وضع هم من آماده ام اینجا بمانم و تا آخر مبارزه برم. سازمان‌های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند. ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره‌های می‌اندیشیم. خیمه، بخاری‌ها آماده می‌کنیم و دیگر کارها. میکولایف یگانه شهر اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.